آیا دندانهای شیری هم در صورت پوسیده شدن مثل دندان افراد بزرگسال نیازمند انجام عصب‌کشی یا همون درمان ریشه هستند؟ در ادامه با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر با هم صحبت کنیم. سلام دوستان و امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. دندون‌های شیری هم ساختاری کاملا مشابه دندون‌های دائمی دارند، مطابق با یه مقدار تفاوت‌های کوچک. اگر دندون شیری هم دچار پوسیدگی زیادی بشه، این پوسیدگی یواش یواش به عصب دندون نزدیک میشه و در این مورد دیگه کودک دچار علائم میشه و دچار دندون درد میشه. در این مواقع کاملا شبیه دندون‌های دائمی ما مجبوریم که عصب دندون رو کاملا تخلیه کنیم و اون ناحیه رو پرش بکنیم. حالا عصب تاج به تنهایی و گاهی عصب ریشه و تاج با هم دیگه، که در موردی که عصب ریشه رو تخلیه میکنیم بهش میگیم پالپکتومی و در موردی که عصب تاج رو تخلیه میکنیم بهش میگیم پالپوتومی و در نهایت تاج دندون ترمیم میشه و دندون کاملا شرایط نرمال و خوبی پیدا میکنه تا روزی که رشد میکنه و کار میکنه و در نهایت هم خودش خواهد افتاد. والدین عزیز، قبل از اینکه پوسیدگی دندون کودکتون اونقدر پیشرفت بکنه که درد رو تجربه بکنه و نیازمند درمان ریشه بشه، خیلی بهتره که به دندونپزشک مراجعه کنید و دندونش رو تحت درمان قرار بدید.